بسم الله و صلات و السلام علی رسول الله. بیننده عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام ورودی یا اینکه قدوم ماه رمضان اصحاب خود را مژده می‌دادند و آنها را یادآوری می‌کردند. برای همین مسلمان باید که هنگام قدوم ماه رمضان به نیت خود اعتبار جدی دهد. در بعضی روایت‌های ضعیف آمده است که نیت مؤمن بهتر از عمل مؤمن است، زیرا انسان عمل را نیت می‌کند و به سبب‌های معین آن را نمی‌تواند بجا بیارد. برای همین شریعت میگوید که صاحب شریعت محمد صلی الله علیه و آله میگن که اذا مرض العبد او سافر كان له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقیم. ببینید تا چه درجه نیت به انسان وابستگی دارد و به انسان تاثیر میرساند که اگر انسان یک کاری رو که در هنگام صحیح بودن، در هنگام سالم بودن، در هنگام مقیم بودن میکرد، لکن به سبب اون که مریض شد، بیمار شد یا اینکه مسافر شد، اون عمل رو کردن نمیتواند، به سبب نیتش اون عملی که در حال مقیم بودنش میکرد برای در حال مسافر بودنش، اون عملی که در حال صحیح بودنش میکرد و سالم بودنش میکرد، هنگام مریض بوده به سبب مریضی اون عمل را نکردنش برای اون نوشته میشود. بنابراین نیت یک چیزی مهمی است. هنگام قدوم رمضان ما باید که نیت کنیم که این شهر را روزه میگیریم. ویژگی این امت است که باز برای نیتش پاداش می شود. چه که در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که من هم بحسنه فلم یعملها کتبت له حسنه. یعنی هر انسانی که نیتی نیک کند، یک کار نیک کردن نیت کند، لیکن به سبب از اسباب کردن نتونست، یکون مشکلی پیش اومد یا نتونست، در این حالت میگن برای حسنه و نیکی نوشته می شود. یعنی این ویژگی امت محمد صلی الله علیه و سلم است. اولین عملی که در این ماه ما میکنیم این عملی روزه است. چخیلی که الله تعالی میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی کسی که از شما در همین ماه بود، همین ماه مثلا پیشواز گرفت، برای او واجب است که روزه دارد، برای واجب است که صوم گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث از الله تعالی در حدیث قدسی میگن که کل عمل ابن آدم له الا الصیام. یعنی الله تعالی میگه که تمام عملی بنده برای خودش است مگر روزه، که فانه لی، یقینا و عمل برای من است، روزش برای من است، و انا اجزی به، و من برای او پاداش میدم. یعنی یگانه عبادتی که الله تعالی میگه که پاداش شما خودم میدم، یعنی که یک عملی است که فقط برای من ادا کرده میشود، بنابراین پاداشش خیلی پاداشی زیاد است و چخیلی که در دیگر حدیث میاد پاداش الله تعالی میگه که آخر ندارد، نهایت ندارد. دوم مسئله قیام اللیل است. یعنی ویژگی ماه رمضان قیام اللیل است. من به رمضان که گفتم ما حتما تراویح یادم میاد، در مسجد رفتن و جماعت ها. بنابراین باید در این مسئله آدم باید جدی باشد. چخیلی که در حدیث اومده است پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی که کسی که همیشه ماهای رمضان شباش برپا دارد با عبادت، با نماز شب، یعنی تراویح هم همین جزئی از نماز شب است، اگر کسی که همیشه برپا داشت، برای پیامبر صلی الله علیه و آله مغفرت الله تعالی را وعده میکنند. و کسی که شب قدر را برپا داشت، برای وی نیز یعنی که وعده مغفرت است. ببینید در شرح حدیث علما گفتند که به سبب همین تراویح به جا آوردن است و شب قدر را برپا داشتنش گناهانش بخشیده میشد. چون که در لفظ گفت من قام رمضان، در لفظ گفت من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، بنابراین گناهاش بخشیده میشد. الله تعالی یعنی که چون ذات مهربان است که ببینید بعضی حالات میشه بنده بیمار میشه، بعضی حالات میشه انسان خسته هست، خصوصا در این انسانی که در شهرهای کلان کار میکنن، شهرهای بزرگ. حدیث میگه که من صلى العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. کسی که نماز خفتن با جماعت خوان گویا که نیم شب زنده داری کرده باشد. و من صلى الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل كله. کسی که اگر نماز بامداد با جماعت خواند گویا که این انسان نماز شب رو برپا داشته باشد. یعنی که انسانایی که نمیتونن، مثلا بعضی انسانا کار میکنن، تاکسی هستن، یا کار مشکل دارن، مثلا در شهرهای کلان، اونا میتونن مثلا وقتی که نماز جماعت با خفتن با جماعت خوندن، بامدادن با جماعت خوندن، انشالله ثواب همین نماز شب رو خواهند گرفت. یعنی عادی‌ترین کاری که انسان میتونه کنه این چی؟ اشتراک در نماز جماعت، در نماز خفتن و نماز بامداد. البته دیگر نمازها رو نباید که کمبودی کرد، لیکن این چیز یعنی که شما رو قیام اللیل شما رو
جبران میکند، خصوصا برای انسانایی که چی گفتیم سیرکار هستند. سوم قرائت قرآن است. این عبادت مخصوص در این ماه است. میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو حضرت جبریل علیه السلام می اومدن با پیامبر قرآن رو مدارسه میکردند در ماه رمضان. هر رمضان یک بار با پیامبر مدارسه میکردند و سالی که پیامبر علیه السلام وفات کردند جبریل علیه السلام اومدند و دو بار با پیامبر قرآن رو مدارسه کردند. یعنی از این معلوم میشد که انسان اقلا باید یک بار ختم کند. انسانی که خوانده میتوند با خواندن قرآن، انسانی که خوانده نمیتوند، بسیارتر مردم ما شاید از چیز خواندن عربی بیخبر هستند یا اینکه خوانده نمیتونن، برای اونا توصیه میشود که مثلا نوارای خیلی زیاد است، در یوتیوب هم نوار است، در ام پی 3 ها، در هر کجا میتونه که هر روز مثلا یک پاره قرآن یا دو پاره یا سه پاره، این دیگر از همت شما وابستگی دارد. اقلا یک ختم در رمضان باید باشد، چون که رمضان ماهی قرآن است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماهی است که ماهی قرآن نازل شد. یعنی ما این ماه را با خواندن قرآن بزرگ می‌داریم، چون که این ماه قرآن است. بزرگ داشتش هم قرآن است، تکرار به تکرار خواندن است و البته عمل کردن به قرآن خیلی ضرور است. یعنی نه تنها خواندن بلکه قرآن را در حیات خود عملی کردن. چه که مادر ما عایشه وقتی پیامبر دربارشون پرسیدن که پیامبر چه خیلی انسان بودن، گفتن که قرآن را عملا تطبیق میکنه. کان یتأول القرآن، قرآن را در حیات خود به جا آوردن و آن را عملی میکنن، هر آیتی که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشه. چهارم چیز این لزوم مسجد است، یعنی در مسجد خود را حبس کردن است. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ما خودمان و هنگام رمضان در مسجد حبس میکردیم، مسجد برای خود لازم میگرفتیم، در اونجا می نشستیم، تا اینکه مسجد جای است که انسان از غیبت دور است، از کارهای دنیوی دور است، از نگاهی به نامحرم دور است، چون که اینجا زنها نیستند. بنابراین مسجد جای بهترین است برای اینکه انسان تواند هم روزه خودش را عملی کند، چون که روزه نه تنها از خوردن و نوشیدن و از شهوت‌های خود را باز داشتن است، بلکه روزه این نگه داشتن چشم و گوش و زبان و دیگر عضوهای بدن است. توصیه دیگر برادران، این ماه صدقه هست، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو وقتی اصحاب وصف میکنن میگن که کان اجود الناس، پیامبر میگه دستگشادترین مردم، سخیترین مردم، کریمترین مردم بود. و کان اجود ما یکون فی شهر رمضان، و دستگشادتر و سخیتری پیامبر در ماه رمضان با بسیارتر واضح میشد، بسیارتر آشکار میشد. بنابراین این ماه باید که انسان باید صدقه، چه صدقه نفلی باشد چه صدقه زکات فرضی باشد. یعنی در این ماه خیلی الحمدلله که مردم مسلمان عادتا زکات خود را در همین ماه میبرند، چون که هم حساب شرعی هست، هم ماه‌های شرعی رو رعایت میکنن، هم میخوان که در ماه رمضان عملشون بسیار شد، بغیر از روزه و بغیر از نماز و بغیر از قیام اللیل و تراویح و دیگر، میخوان که هم ثواب زکاتشون کسب کنن. غیر از این باید که صدقه های نفلی رو نیز فراموش نکرد. مثلا یکی از صدقه های نفلی برادر این است که افطار دادن برای انسان ها، چه انسان سیر باشه چه گشنه، چه ثروتمند باشه چه فقیر. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که من فطر صائما کان له مثل اجره، یعنی اگر انسان یک انسانی روزدار رو افطار دهد، مثل اجر و ثواب همون انسان این آدم اجر کسب میکند، بدون اون که از اجر اون انسان روزدار چیز کم شود. دیگر توصیه که برادر آخرون توصیه که میدیم، البته توصیه زیاد است لیکن در این نوار مختصر این است که نگه داشتن زبان. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن که من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. کسی که گپای تهمت و افترا و زور و دروغ یا که عمل کردن با اون را اگر ول نکند، از اون دست نکشد، الله تعالی حاجت ندارد که حاجت به گشنه و تشنگی این انسان ندارد. یعنی فلسفه روزه، معنای روزه این نگه داشتن اصلا روح است، نگه داشتن چشم است، نگه داشتن گوش است، نگه داشتن زبان است. نه تنها یعنی که شکم و نه تنها شهوت خود را نگه داشتن، بلکه نگه داشتن از هر گناهی که از این عضوهای بدن صادر می شود است. در حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خاطر زبان نگه داشتن گفتن که اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، اگر مثلا روزی شما باشد، یعنی که شما اگر روزه دار باشید، در این حالت سخن قبیح نگویید، داد و فریاد نکنید. علما در تفسیر یسخب گفتن که یسخب یعنی که داد و فریاد زدن است، یعنی هنگامی که دو کس جنگ بکنن، دو کش و کش میکنن. خب تو با حدیث میگه که فان سابه احد او قاتله، اگر رو یک کسی دشنام داد، یا مقاتله یعنی که کشاکشی کردن، از گریبان گرفتن و بزدن نزدیک شدن است.
فلیقل اینی امرؤ صائم، گوید که من مردی روزدار هستم. من روزدار هستم یعنی که من روزدار هستم. روزه مرا چی میکند؟ دست و پایم رو میبندد از اون که مثل تو رفتار کنم، مثل تو داد گویم یا دشنام دهم یا زنوزنی کنم. یعنی روزه انسان از این کارها باز میدارد. انشاءالله در رمضان باز حلقه های دیگر خواهد. دوستان عزیز انشاءالله باز در بعضی مسائل به تفصیل تر صحبت میکنیم. در مثلا برداشت های روحانی از این ماه انشاءالله حلقه های خواهد بود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.